ما 2.5 ساعت با ولادیمیر پوتین صحبت کردیم و به نظرم بعضی پیشرفت ها شد. دونالد ترامپ بعد از صحبت تلفنی با ولادیمیر پوتین گفت که روسیه و اوکراین برای سازش آتشبس و پایان دادن به جنگ 3 ساله فوراً به مذاکرات آغاز می‌کنند. امیدوارم ما کار کردیم. ما همچنین با رهبران بسیاری از کشورهای اروپایی صحبت داشتیم و امیدواریم تمام کار را جنببست کنیم. پس از صحبت با ترامپ، ولادیمیر پوتین در شهر سوچی به خبرنگاران گفت تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ در عموم در راه درست حرکت می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا موقع خود را درباره قطع درگیری‌ها و سازش آتشبس بیان کرد. من گفتم که روسیه هم طرفدار حل صلح‌آمیز بحران اوکراین است. ما باید راه‌های از همه باثمر حرکت به سمت صلح را معین کنیم. با رئیس جمهوری آمریکا به موافقه رسیدیم که روسیه یادداشت حسن تفاهم را درباره عهدنامه احتمالی صلح پیشنهاد می‌کند و آماده همکاری با اوکراین است. در این عهدنامه بعضی از اصول‌های راه حل مهلت بستن عهدنامه احتمالی صلح از جمله سازش آتشبس در مهلت معین باید ذکر شوند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین قبل از صحبت ترامپ و پوتین با رئیس جمهوری آمریکا گفتگوی تلفنی داشت و سپس با رهبران کشورهای اروپایی هم. او به خبرنگاران گفت امیدوار است نشست با حضور مقامات بلندپایه روسیه، آمریکا و دیگر کشورها در زودترین فرصت برگزار می شود. ما نشست همه هیئت‌ها را بررسی می‌کنیم. می‌خواهیم در سطح بلند باشد. آمریکا، اوکراین، روسیه، کشورهای اروپایی و بریتانیا. چنین نشست می‌تواند در ترکیه، واتیکان و یا شویتزاریا برگزار شود. اوکراین گفته است آماده سازش آتشبس هست، ولی روسیه گفته است که پیش از همه باید شرط‌هایش اجرا شوند. هفته گذشته ملاقات روبروی هیئت‌های روسیه و اوکراین هیچ حاصل نداد. اندکی پیشتر از صحبت تلفنی ترامپ و پوتین، جیمز دیوید وانس معاون رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت واشنگتن می‌داند که اندکی بنبست وجود دارد. ببینید، سوال این است که آیا ولادیمیر پوتین واقعا آماده مذاکرات صلح است؟ بله، او بعضی گذشت‌ها کرد، قدم‌های جدی در این گفتگوها برداشت، ولی ما احساس می‌کنیم که به یک بنبست دچار آمدیم. دونالد ترامپ که قول داده است به جنگ روسیه در اوکراین پایان می‌دهد به تکرار خواهان آتشبس شده است، اما با وجود فشارهای خصوصی ترامپ و هشدارهای به تکراری رهبران اروپایی، ولادیمیر پوتین که نیروهای کشورش 5-1 قلمرو اوکراین را در دست دارند و پیش می‌روند، به شرط‌های خود به پایان دادن به جنگ ایستادگی کرده است.